قرم کی اگر این تلویزیون چی بالا زده باشه زوکش نمیبره یه عینه قرم کی اگر یا کینه یا اخبار تماشا کنیم میگم همین روز بردم استخانه دا ساز کردم یا عینه قرم کی اگر همین استای حاضره پولم میگیرن و تلویزیون را ساز کردن نمیتونن یا عینه این تلویزیون همین زوک پیدا نکرده یا کنای خوش رو تماشا کنیم یا اخبار تماشا کنیم یا عینه قرم کی اگر آخه پول گرفته آخه همین تلویزیون خوش رو ساز کنی نمیشه آخه چه با این تلفن نکی زنگ زدیسته باشه الو عینه قرم کی اگر آخه ما تو ده یا آدم مسافر ما پول دارم تو ده که گداگ رای میکنی دومی تلویزیون خودم سرگردان تا که باشه ما در گداگ رای کردیست چی بالا زده باشه این تلویزیون را کار نمیکنم نکیم این نامر ایندیگای اکی باشه این نامر ایندیگای قمر غم دادیسته ایلیم قرآن که اگر تلویزیون را چی بالا زده داری آقا همه روز پولشا گرفت ساز توغره خوش رو کنی چه میکنه تا یا ایلیم قرآن که اگر آلیا ایلیم قرآن که اگر بیما یک کمپانیا زنگوزان یا کمپانیا زنگوزان بگون کی باشه این نمبر مرای قاقا هازیما تو را میقبل تو کی اینا پخش باشه هم پخش الو سلام علیکم مشتری محترم شما را شرکتی ودیعان موبایل گوش می‌کند مرحمت چی درخواست انا درخواستی ما همین بچم که همجا تلویزیون تماشا کنیستم تلویزیون ای ساره همین یک ناموری ایندیگا ما را همین گداگ رای میکنه میکشه گداگ رای میکنه میکشه گداگ رای میکنه میکشه آخه ما یا آدمی پنسیونر یا آدمی مسافر ما کجا پول میام تلفنم شاد میکنم ما شاد ندارم آخه وای زنگ زدن خانه کم دختر جان همو دا یا زنگ زده بپرسید که کی باشه ما را قاقم دادیسته مشتری هم درخواست شما را بخشش قبول کرده نمیتوانم دختر جان خیلی قبول کرده که نتانید اقلا یک کنفرنس کنید که ما بفهمم همو کی باشه آخه